پای شنبه اصلا هتل بوک کرده بودیم که متاسفانه بر اساس از یک سلسله تحولات به مرور یک شنبه ببخشید که یک سلسله تحولاتی آمد. به خاطر تحولات که ما منتظر ماندیم که باز یک هفته منتظر شدیم که تا به یک شنبه بوک کردیم. اما در اینجا آمدیم معلومات کافی گرفتیم که الحمدلله از طریق تحریک طالبان هیچ نوع کدام مشکل موانعی برای ما مردم ایجاد نشده. ولی بر علاوه ای که فعلا ما آمدیم در امی ساحه که محفل گرفتیم، برادرای تحریک اسلامی طالبان هم آمدند با همراه ما صحبت هم کردند، با اونا علاقمندی نشان دادن به خاطر امنیتش و تدابیر تمام اصول مقررات مسئولیت ایمانی وجدانی خود که داشتن، اسلامی خود که داشتن، بر ما وعده سپردن که ما تامین امنیت شما را میکنیم. آمدیم به ارتباط بعضی محفل هایی که قبلا صورت می گرفت و از لحاظ شرعی یک محفلی بود که بناهن در اونجا هم مزخرفات بود و هم بدعت بود و هم مصارف بیهوده بود و هم بر مردم یک سلسله باعث سردرگمی بودند. بناهن در ایتو یک زمانی، در ایتو یک حالتی اضطراری که هنوز امنیت کامل و تامین شده ولی ادارات فعلا هم باز هم نشده، در امی تو یک حکومت 8 روزه که با امیر رسیدیم الحمدلله که امنیت ما را تامین میکنه و هیچ کس از که دیگه حراس ندارن، میاین یک محفل برگزار میکنه و اونا حمایتشان میکنه و این یک جای افتخار است بر همگی ما و شما آرزوی امی تو روز داشتیم. دیگه ما اما تو روز اول که مجاهدین صاحب آمدن کل مردم در ترس بودن. خب خدا را شکر، هزاران بار شکر، فضل خدا کدام چیز پیش نآمد. محفلای مرچند یک چند کنسل شد، بعدا باز مردم آمد و بس محفلای خود پس گرفتن. دیدن که کابل آرام شد، کدام جنگی کدام چیزی نشد، پس محفلای خود پس گرفتن. خدا را شکر 3-4 روز محفل داریم، هیچ کدام گپ ان شاء الله نیست. هتل عروسی شهر کابل نظر به ضرورت هموطنان جور شده که یک ضرورت مبرم است و شما میفهمید که 80% شهر کابل به بلاک تبدیل شده. هموطنان ما در بلاک زندگی میکنن، بنابراین هتل یک ضرورت است. و دیروز در اتاق تجارت مجلس عمومی بود که از امارت اسلامی هم 3 تن از مولوی صاحب اوجا اشتراک کرده بودند که یکشان مولوی صاحب غیاث الدین بود و یکی دیگه شان هم مولوی صاحب نامش فراموش کردم که به نمایندگی امارات آمده بودن که تاجرها صحبت میکردن. باز ما هم جریان برشان گفتیم که هتل یک ضرورت است، هتل باید باشه و 20,000 نفر در اینجا کار میکنه مستقیم که تقریبا 2 لک نفر مربوط 20,000 نفر مربوط هر فامیل میشن که حدودا 2 لک نفر از اینجا آشوب باطه میشه. باز اونا بر ما گفتن که مشکل نیست، شما میتونید به کارتان ادامه بدین. صرف موضوع چیزا بر ما گفتن که زنانه و مردانه باید جدا باشه که قبلا هم جدا بود. سالون زنانه جدا می باشه، مردانه جدا می باشه. یا پژواک خبری اژانس د پیښو رښتینې هنداره